لسر کل و خم و ایش و آزار و کشتن و لیدان و اشکنجه و بن پیکرنان کو روژانا ولاتی راستی تین ایدی مالین سیویلان لگوندین عفرین روژاوای کردستان تین رو خواندن داکو او گند جبو بنگهن لشکری ورن و گوهستن بیکو او ولاتی ورن قربو کرن آنکو تعوید کرن لگونده جلبره کلچیای لیلون یا عفرینه مالو ملکن ولاتین سیویل جبنی ده دیوارن را کرن داکو او گند جبو بنگه که لشکری وره و گوهستن جدر که تایبت جوان گوندان نخواست ناوی وره اشکره کرن جا ارکره را گهاند که چند روژان و ارتشا ترکیه و گروپین چکدار دست بکار روخاندن و هلوشاندن مالین سیویلان لگونده جلبره کرنه. جدر دازانین که مبس جویه که اوه داکو او گند جبو بنگه لشکری وره و گوهستن لگور همان جدره که تانها تو کس نهاتیه قرابو کرن. جدره تکس کر که ولاتین که تانها مالین وان هاتن هلوشاندن در روشک زحمت ده دجین. و جو شونا گوندن وان بویه بلا سری وان جبر کو هفسینور به هرم دبن کنترل رژیم و پیاده دنه گوند جلبره جگوندن هرم شیراوا لچیای لیلون دکوه باشور ناوندا باشار عفرینه و دما شر سالا بوری او گوند کته بن کنترل ترکیه ده وجبلی وی که 12 گوندن عفرینه لوی هرم دبن کنترل رژیم دمان جه استراتژی یاوی گوندی اوه کوبر ریاوی گوندی لسر هر دو باشاروکن شیعی نبلو زهرای پارزگاه حلب دکوه و هروها پیرا هفسینوره. کو پروژه کو ترکیه پیرادبه آنکو دامزراندن بنگه که لشکری مبز جه داکو سینوره که نافبر عفرین و هرم دبن کنترل رژیم و پیده ده دامزرینه و بگره. تاوی اشکرابونه وی پروژه لیولاتین راس زیان هاتنه تو قربو جوارا نهاتنه پیشکش کرن. علمالین کسوکارن خواه جیان خواه درباز دکن. هروها پرانیا ولاتیان جبر شر و نگریان مالو ملکن خواه. جبر کو هردم روشا تولی هویه دوی هرمه ده رود ده.